دخترکای خوش رو امروز هم خیلی کار تشریف بدیم که وقتی سرخوری نداشتم، لیکن ما یک معلوماتی ضروری مهم دارم که ما باید این خبر به سهم همه شما برسانم. یک خوش خبره که این خوش خبره باید همه شما فهمین بشنوین، ما بودا نفهمیده نمونید. سیده رجبواره همه ما شما میشناسیم. همین سیده رجبواره میگن نه همین فابلی که گفتن یکمین نفری که پیش روی ما میبیه البته که سیده رجبواره. شخصا ما فابلی که با واسطه همین زن بانو زنی موفق شرکت شناختم. سیده رجبواره کار در شرکت فابلی به دیپلم، به معلومات عالی، به دانستن زبان روسی سر کردگان. گفتی خودشان که از جنگل روسیه کار سر کردگان و امروز یکی از موفق ترین و پیشرفت‌ترین زن در شرکت فابلیکن. شرکت فابلیک 19 کشور دنیا همکاری دارد و حاضر سیده رجب و زنی تاجیکی ما زنی یکم در شرکت عنوانی بلندترین دارند، معاش کلان میگیرند، مولتی میلیونر شدگان در شرکت فابلیک. این افتخار برای همه زنهای تاجیک است و سیده رجب یکمین نفر می باشند که پوبلیچنه طریق شبکه‌های اجتماعی برآمده گفتگن که الان خیلی شرکت است زنهای تاجیک بیاید کار کنید. نه تنها زنهای تاجیک، عموما تمام زنها بیاین در همین شرکت کار کنید. یکمین نفری که شرکت فابلیک را طریق صفحه‌های اجتماعی معرفی کردن، حتی از همه کمانده با قوت‌ترین کمانده سیده رجبواره. خوش خبر همین است که عین حال گیو سردادگان می توانید که در آمده اشتراک کنید، صاحب تحفه های گران ارزش شوید. گیو فقط برای کمانده خودشونه. سیده رجبواره با یک قطار دیرکتوران گیو سردادگان تنها برای گروه خودشان، برای کمانده خود که در کمانده سیده رجبواره کار کند. مرحمت در اینجا من صفحه‌شان هست، در آمده پادپیسات کنید. برای در گیو اشتراک کردن باید شما با صفحه‌شان پادپیس باشید. سوال ها باشد می توانید که در واتساپ نویسید، 24 ساعت شما در جواب میگردانند. خیلی سیده را به تعریف‌های ما همه شما درباره‌شان میدونید. معلومات های ایلاوگی رو میتونید که از خودشون پرسان شوید. ویدیو آینده رو نگاه کنید.